این همینطور که ملاحظه میکنید دستگاه جدید سرکراتین هستش که من میخواستم قسمت‌های مختلفش رو بهتون معرفی کنم. این دستگاه در ابتدا که میبینید یه قسمتی داره که برای تقسیم موی خام هستش که من همه رو به صورت ویدیو بهتون نشون میدم. شما مویی که از سر کات شده رو میخواین تقسیم بندی کنید، همونطور که حالا تو ویدیو بهتون نشون میدم تو این قسمت میتونید مو رو تقسیم بندی کنید. یه دیس مخصوصه که برای قرار دادن مو هستش که یه قسمت مگنتی داره، مو رو صفر نگه میداره و یه دونه حالت خطکش تراز برای اینکه بخواین موها رو همسط کرد. بعد یه شونه تقسیم مو داریم که حالا جنسش باید حتما استیل باشه که برای انجام این کار حرارت خرابش نه. Так получается наполняемость, идеальная, можно сказать. То есть с первого... موی خامو همونطور که میبینید تو این قسمت وارد میکنید، با این تا فیکسش میکنید، بعد از این شونه رو اینجا قرار میدیم که این شونه ها رو ما رو پکیجا میذاریم براتون. اینی که داخل اینجا میره دسته های مو رو میتونید از این قسمت جدا کنید. تمام دسته های مو رو میتونید جدا کنید که حدود 100 گرم میشه هر دسته ای، تقریبا تا 100 گرم رو میتونه کاور کنه. اینطوری دسته ها تفکیک میشه، میتونید دسته ها رو بگیرید همه رو جدا کنید. Подровняла, уложила. Распределила по картриджу, прочесала. ما موهایی که میخوایم سرکراتینش رو عوض کنیم روی این قسمت نشان قرار میدیم و به ترتیب پشت هم میچینیم. مو رو ما اینجا میچینیم که میخوایم سرکراتیناش تعویض بشه. بعد با این مگنت فیکسش میکنیم. Ну, это нам нужно для того, чтобы все потом зафиксировать. مو رو توی دستگاه قرار میدیم. با این اهر رو ما فیکسش میکنیم که مو تکون نخوره. Отпрягать машинкой вот удобно снизу. Вот так брать. خطکش فرازمون رو میذاریم زیره که اینو کاملا به صورت یه دست در بیاد و اضافات همه رو میگیریم. На щипцах остался с предыдущего картриджа. Видим, что вот кератина немного тут есть. Мы его просто вымазываем на последующий картридж. ژلاتین رو از وسط نصف میکنیم. Ну, взяла щипцы, расческу со стола и еще... چسب رو روی اتومون قرار میدیم تا کاملا چسبمون ذوب بشه. همزمان
شونه تقسیممون رو قرار میدیم. Становитесь на нужном размере. Кусачки в комплекте – это отдельная гордость. Они настолько качественные, что капсулы подрезаются идеально ровно с первого раза.